салом бинандаи азиз, ахиран гурӯҳе аз ҷавонони афғон вориди тоҷикистон шуданд. онҳо дар як давраи омӯзишӣ маҳорати раҳбарӣ ва таҷрибаи сулҳи тоҷикистонро меомӯзанд. мо ҳам бо истифода аз фурсат бо ин ҷавонон як суҳбате доштем ва дар робита ба вазъи Афғонистону шароити ҷавонон дар ин кишвар аз онҳо пурсон шудем. хуш омадед ба Тоҷикистон ва тавре маълум шумо дар як кишваре таваллуд шудед ва ба воя расидед ки солҳои тӯлонист ноором аст. хуб, дурнамои худро дар ин кишвар шумо чӣ гуна мебинед? با وجود 30 و چند سال جنگی که در افغانستان بوده، هنوزم امید دارم، هنوزم آرزو دارم، کوشش میکنم که از خود شروع کنم افغانستان آباد شود. اگر من از خود شروع کرده بتانم تحصیلات خود ادامه داده بتانم در افغانستان کار کنم، پیشرفت کنم، امید دارم که دیگران از من ببینن، دوستای من ببینن و اونا کوشش کنن که افغانستان همونطور آباد شود مثل دیگر کشورها، مثل دیگر کشورها صلح و امنیت در کشور ما باشه. عواملی که سر زندگی جوانان زیاد تاثیر کرده، یک جنگ است، طبعا امنیت است، دوم فساد است که او عوامل خارجی و داخلیشان داره، دیگه بیکاری است مثل جوانان زیاد، و چهارم اگه بگوییم که سیستم سابقه که در اون زیاد مردم هستند، یعنی این وقت میخواه و زیاد تکنولوژی و مصرف میخواه که به جوانا امرای تکنولوژی نو این پروسه و این دولتی و ادارات و این چیزا را برشان انتقال میتیم. این اون یک چالش است برای جوانا. در افغانستان امیدها هنوزم زنده است. جوانا درس میخوانن، امیدوار هستن، برنامه زندگی بسیار خوب دارن. جوانایی داریم که به برنامه بورسی اپلای میکنن، میرن درس میخوانن، یعنی بسیار امیدواری است. به هر حال این ناآرامی ها روی زندگی جوانان چی تاثیر گذاشته است و بیشتر از همه آنها چی مشکل دارند؟ در دیگر کشورها به جوانا که درباره صلح گپ میزنه یا درباره صلح تعلیم حاصل میکنه یک شوق و علاقه ایشان میباشه، اما برای افغانها یک مجبوریت هستند، چون در جنگ تولد شده، در جنگ کلان میشه و در جنگ میموره. به این خاطر هر یک این ارزو داره که در صلح زندگی کنه، به این خاطر یک مجبوریت هست که باید در صلح زندگی کنه. و هر نظام که در افغانستان آمد سر هر فرد افغانستان تاثیر کرده، سر اقتصادشان، سر حقوقشان، سر هر چیزش تاثیر کرده. به این خاطر هر کس آگاه شده. خب، افغانستان کشوری است که در آن گروه‌های تروریستی مثل طالبان و داعش نفوذ زیاد دارند. آنها کیها هستند و شما باری از نزدیک دیدید آنها را؟ الحمدلله تعالی جوانان طبقه هستند که حتی با درس خواندن بهترین درس میخوانند، ماستری دارن، دکترا دارن، در بهترین کشورها تحصیل کردن، دوباره در افغانستان آمدن مگر منابع کاری ندارن، نمیتونن در جای کار پیدا کنن با آسانی و اینا از مجبوری بسیاریا شامل گروه طالبان، گروه داعش میشن. چون که تا جایی که ما خبر داریم گروه داعش طالبان گفتم که توسط منابع خارجی حمایت میشن و وقتی که حمایت شدن جوانای بیکار، چون ضرورت به پول دارن، فامیل بسیاری هستن که فامیلا بزرگ فامیل شهید شدن یا فوت کردن، مجبور میشن که حمایت کنن فامیل خودن. حکومت تاجیکستان زمانی جنگ شهروندی با سازشنامه 70% با مخالفانش سازش کرد، اما تا جای ما میدونیم هدف گروه‌های داعش و طالبان در افغانستان پورا به دست گرفتن حکومت است. به نظر شما با چی راه میشود با آنها سازش بست؟ اول باید این جنگ که است جنگ استاد شود و برای گپ زدن یک راه واز شود. مثل که تاجیکستان در افغانستان نشست داشت امرای مخالفین خود، در پاکستان داشت، در دیگر جایا اگه داشت، همینطور افغانستان هم میتونه که از این راه، یعنی از میانجیگری استفاده کنه، یک کس میانجیگر انتخاب کنه، اردویشان بره اونو مردم هم بخواه این موضوع را حل فصل کنه. جنگ تاوان است هم برای ما هم برای اونو مردم در طویل المدت. صحیح است که و جنگ که است فایده ایشان تنها به جیب یک یا دو یا سه نفر میره. میگن که برای بیزنس های، برای تجارت های کلان بهترین زمینه در جنگ است که میتونه، مثل که کمپانی سلاح است و اونو گفا.
به این خاطر نفشان تنها برای یک و دو نفر و سه نفر میره. اینجا مردم عام میموره، اگر دولت است و طالب است دیگه جای هستند. خب شما حالا در تاجیکستان هستید و شاید هم در کوچه و علاقه سیر و گشت کرده دیدید که جوانان در اینجا آزادانه در خیابان ها میگردند و حتی میتوانند دست به دست هم با همدیگر سیر و گشت کنند. در افغانستان وضع چه است و جوانان چه حال دارند اونجا؟ اما قسمی که ما دیروز دیشب یک گردش داشتیم در شهر دوشنبه، دیدم که واقعا اینجا آزادی است، یک آرامش است. یعنی من احساس نکردم که امیال کدام گپ میشه یا من کدام احساس خطر کنم یا کدام انفجار میشه. از اون لحاظ کاملا من خاطرم جمع بود، بسیار راحت تانستم قدم بزنم همراه دوستایم و بسیار جوانا را دیدم که بسیار خوش بودن، یعنی اما ذهنشان آرام بودن. اما در کابل قسم نیست، در کابل بیربار است، اما ذهن جوانا یک قسم درگیر ناامنی است. با وجودی که گفتگان تا در روی خود نمیارن، میگن که ما بسیار قوی هستیم، ما آباد میکنیم افغانستان، اما ذهنشان نارام است، روحشان پریشان است. وقتی که از خانه میبراییم ما امیدی نیست دوباره بیاییم، بخاطر که هر گپ ممکن باشه، یا انتحار باشه یا انفجار باشه. اما با وجودم قوی هستیم و حس میکنیم قوی هستیم. خب در وضع فعلی افغانستان شما و جوان دختران وقتی خیابان میروید بیشتر از چی خود را احتیاط میکنید؟ شخصا خودم و قسمی که میفهمم دخترات زیادتر خود از چشم مردها نگاه میکنم، به خاطر از اینکه گفتم که مردم افغانستان زیادترشون در بیسوادی زندگی کردن. بیشتر مردم ما با اینکه در مدت 5 سال 6 سال گذشته پیشرفت صورت گرفته، سواد پیشرفت کرده در کشور ما، مگم هنوزم بعضی‌ها دمو بیسوادی به سر میبرن، هنوزم به زن به چشم یک چیزی میبینن که باید حفظ شود، در داخل خانه قید باشه، بیرون نبره، باعث آبروریزی نشه. هنوزم فکر میکنن اگر یک دختر یا یک زن بیرون از خانه باشه، کار کنه، بگرده، باعث آبروریزی میشه، باعث بدنامی میشه، باعث ازی میشه که نام فامیل بد شود. بعضی هنوزم دمو فکر هستن. تشکر زیاد. و شما اینجا اکثریت گفتید که برای بار اول است وارد تاجیکستان شدید. تا اومدن به اینجا چه تصورات داشتید درباره تاجیکستان و تاجیکان؟ پیش از آمدن تاجیکستان ما در ذهن این تصور داشتیم که تاثیرات روسیه سر تاجیکستان چقدر زیاد می باشه. حالی که آمدیم دیدیم تاجیکا واقعا کلتور خود دوست داره، فرهنگ خود دوست داره، زبان خود دوست داره، مردم خود دوست داره و مملکت خود دوست داره. زمانی که ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف تاجیکستان، روزی که ویزه ما آمد، من خودم شخصا فکر میکردم که وقتی که داخل تاجیکستان شویم، مثل که در کشورهای اروپایی وقتی که داخل میشیم، مردم تا میشنون که ما افغان هستیم از ما فرار میکنن، چون میبینن که افغانستان یک کشور جنگ زده است، یک کشوری است که در اوج گروه های مختلف جنگی وجود دارن، چیزایی در تلویزیون میشنون، از اخبار میبینن. من فکر میکردم شاید مردم تاجیکستان هم همه قسم یک رویه کنن، ولی وقتی که داخل خاک تاجیکستان داخل شدیم، در قدم اول وقتی که داخل میدان هوایی داخل شدیم، حمایت مردم تاجیکستان وقتی که دیدم که آمدن همه ما به خاطر داخل شدن میدان هوایی کمک کردن. تاجیکی ها خودشان شخصا می اومدن و رفقای ما کمک ما کردن که خانه پویی کنیم و در داخل تاجیکستان داخل شدم. داخل هتل همکاری مردم تاجیکستان، همکاری ریسپشن یا هتل داری اینا رو می‌بینم، همکارای ما تاجیکی ها که اینجا هستن، عزت و احترام اینا رو وقتی که دیدم واقعا از فکر خودم خجالت کشیدم که فکر من بسیار خراب بود در مورد مردم تاجیکستان. مردم بسیار میهمان نواز و بسیار صمیمی هستند و با چشم یک انسان همراه ما رویه میکنن، مثل بعضی جای دیگه نیست که از ما فرار کنن. خب تشکر زیاد به شما برای صحبت جالب درباره وضع افغانستان و وضع خود شما. یادآور میشویم در صحبت ما بودند چند جوانی افغان که در دایره یک برنامه حالا در دوشنبه قرار دارند.